چوپانی در بین مهاجران افغان در ترکیه به یک پیشه سرخریدار تبدیل می‌یابد، چون کاری سرپول است که پیدا کردنش آسان‌تر است. ذبیح الله افغان که از جنگ و فقر از افغانستان گریخته است، در نزدیکی انکره پایتخت ترکیه چوپانی می‌کند. من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم. اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه، پاترون منم خوب است. بوزه میچرانیم، 700 تا بوز است، 2 نفر هستیم. تعداد رسمی پناهجویان افغان در ترکیه معلوم نیست، اما تخمین می شود که بیشتر از 300,000 نفرند. اکثریت بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته به اینجا آمدند. چوپان ها می گویند اگرچه کار سخت است ولی مزد کار بد نیست و تقریبا $300 را تشکیل می دهد. همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم. و اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه. بنده خدا رو شکر. اما نه همه از شرایط کار راضی اند. ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم. اگه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه. به خاطر مثال میرم که سرد است، اینجا خیلی سرد است خیلی. اما اکثر پناهجویان میگویند به این زودی ها به افغانستان برگشتن نمی توانند و به خصوص در زمانی که طالبان در آن حکومت می کنند.